لاکچری ترین هتل ها در جهان. هتل ها، مکان ها و تشکیلاتی هستند که شما میتونین با پرداخت هزینه اقامت کوتاه مدت اونجا داشته باشید. این اقامت میتونه به دلایل تفریحی، کاری، سیاسی و تجاری توی یک شهر یا کشور دیگه باشه. اما این هتل ها سطح امکاناتی که ارائه میدن متفاوته و این اون چیزیه که اونا رو نسبت به هم متمایز میکنه. بعضی از اونا مثل بهشت روی زمینن با یه سری تسهیلات عجیب و غریب توی مکان فوق‌العاده. همراهان صفحه 333 سلام، خوش اومدین به یه ویدئوی دیگه. اینجا قراره کلی ویدئوهای جذاب و لاکچری ببینید و درباره موضوعات جدید کلی چیز یاد بگیرید. لطفاً اگر ویدئوهای ما براتون جذابه اونا رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله از آپلود ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید. بهتره قیمت معمول هتل ها رو فراموش کنین، چرا که این هتل های لاکچری و گرون قیمت از شبی $28,000 شروع میشن. پس اگه بودجه‌تون نامحدوده و دنبال یک تجربه خاص برای سفر بعدیتون هستید، با ما همراه باشید تا شما رو با گرون قیمت ترین هتل های جهان آشنا کنیم. اول از همه میریم سراغ برج العرب در دبی. این هتل که تو امارات قرار داره هفتمین هتل بلند دنیاست و با طلای 24 عیار تزیین شده. سازه اون که شبیه بادبان کشتیه نه تنها زیباست بلکه یک شاهکار هنری و معماریه. این هتل تو یک جزیره کوچیک مصنوعی که فاصله کمی از ساحل داره ساخته شده و تنها از طریق یک پل کرو مانند اختصاصی به بخش اصلی شهر وصل میشه. باند فرود هلیکوپتر و کلی بخش‌های اختصاصی دیگه داره. به عنوان اولین هتل 7 ستاره در دنیا شناخته میشه و هزینه اقامت در اون شبیه $28,000. هیلتاپ ویلا یک ویلای بسیار مجلله که تو مجمع جزایر فیجی قرار داره. مجموعاً 4 هکتاره که به 3 قسمت جدا تقسیم میشه که چشمانداز هر کدوم از این ویلاها منظره زیبای جزیره است. هر کدوم از این ویلاها همه امکانات از جمله استخر اختصاصی، آبشار، کتابخانه، اتاق نشیمن و خیلی از فضاهای دیگه داره. هزینه اقامت تو این هتل شبی $45,000. پنت هاوس هتل مارک با مساحت 10,000 متر مربع بزرگترین پنت هاوس در آمریکاست که در 2 طبقه آخر هتل قرار داره. 5 تا اتاق، 6 تا حمام، 4 تا آتشکده، 2 تا بار و یک سالن پذیرایی بزرگ که ارتفاع سقف اون میتونه به 26 فوت تغییر کنه و تبدیل به یک سالن رقص بشه. البته نباید از تراس 250 متری اون که دید فوق‌العاده‌ای به پارک مرکزی داره غافل شد. هزینه اقامت تو این سویت رویایی شبیه $75,000. میخوایم بریم سراغ رویال پنت هاوس در هتل پرزیدنت ویلسون. این هتل تو ژنو سوئیس قرار داره و این سویت که کل طبقه 8 این هتل رو شامل میشه شبیه $80,000. دید فوق‌العاده‌ای به سمت کوههای آلپ با یک حمام جکوزی رو به دریاچه ژنو داره. ایمنی و امنیت این اقامتگاه خیلی بالاست که شامل بام شیشه‌ای ضد گلوله، دوربین و نیروهای امنیتی و گاف صندوقی برای نگهداری اشیای ارزشمنده. از امکانات دیگه این سویت میز بیلیارد، پیانو و یک سینمای خانوادگیه به همراه 12 اتاق و 12 حمام. امپفی سویت در پالمز لاس وگاس به عنوان دومین هتل گرون قیمت دنیا شناخته میشه با شبی $100,000 اقامت که تو لس آنجلس قرار داره و در حقیقت بازسازی شده کامل یک هتل قدیمیه. با پرداخت این هزینه شما میتونید از امکاناتی مثل جکوزی تو ارتفاع با ویو شهر، اتاق ریلکس نمک، ماساژ و یک تور خصوصی آثار هنری استفاده کنید. این هتل جای مناسبی برای عاشقان هنره، چرا که 6 تا از آثار هنری و یک سری وسایل دامیان هرست اونجا قرار داره. پس اگر هنرمند هستید و پول اضافی دارید، بهترین مکان برای شماست. و میریم سراغ گرون قیمت ترین هتل دنیا که هتل زیردریایی لاورز دیپ در سنت لوئیسه. این هتل توی یک زیردریایی ساخته شده و جاییه که هزینه اقامت یک شبتون $150,000. این هتل توی عمق اقیانوس تو منطقه کارائیب قرار داره. پس شما تمام طول روز میتونید نمایی زیبا از زیر اقیانوس و ماهی‌های رنگارنگ داشته باشید که یک تجربه فوق‌العاده و متفاوته.
ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. یک شب اقامت توی این هتل‌های رویایی آرزوی هر کسیه. آیا شما حاضرید برای یک شب موندن توی یک همچین هتل‌هایی اینقدر هزینه کنید؟ معیارهای شما برای انتخاب یک هتل لاکچری چیه؟ و چه سرویسی بیشتر از همه برای شما اولویت داره؟ خوشحال میشم نظرتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید لطفاً لایکش کنید و فراموش نکنید ویدیوی دیگه‌مون رو با عنوان لاکچری ترین کشور جهان کجاست حتما ببینید. لطفاً به کانال یوتیوبمون سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.